نام یاد خدا. سلام حضور گرمتان، آرزومند هستم انشاءالله از صحت کامل برخوردار باشین. دوستان امروز قصد دارم که شما را با یک روش باور نکردنی ضد هک ساختن فیسبوک آشنا بسازم. اکثریت استفاده کنندگان یا یوزرهای فیسبوک با آن آشنایی ندارند و یا آن را مد نظر نمیگیرند، در حالی که با استفاده از این روش طرف مقابل و فیسبوک آیدی تان حتی چت سید کرده هم نمیتواند. پس تا آخر ویدیو ما را همراهی بفرمایید. دوباره خوش آمدین دوستان. اگر تا اکنون اقدام به سابسکرایب نمودن چینل ما نکردین و میخواین از آخرین جزئیات و مواردی که در چینل یوتیوب برای شما اپلود میکنیم آگاهی دریافت بکنین، پس چینل خود را سابسکرایب بکنین. خب دوستان، در قدم نخست ما شما میایم اپلیکیشن فیسبوک ما را باز میکنیم به شکل و لحظه صبر میکنیم تا برای ما شما اپلیکیشن فیسبوک اوپن شود یا باز شود. بعدش هم زمان پروفایل ما برای ما شما باز شد، از این قسمت بالای مورد و یا سه خط عمودی که واقع است بالا از کلیک میکنیم. بعد از ما شما بالا از کلیک کردیم درست دوستان در قسمت هلپس میاین درست دوستان. البته این قسمت ما شما آپشن هلپس پیدا میکنیم و این قسمت بالاش کلیک میکنیم. بعد از اینکه بالا از کلیک کردیم در قسمت سرچ شما نوشته میکنین دوستان، البته انگلیش نوشته میکنین تو فاکتور اتنتیکیشن. بعد از اینکه نوشته کردیم سرچ هلپ سنتر را کلیک میکنین. خب دوستان، بعد از این کلیک کردیم آپشن دومی را از این قسمت انتخاب میکنین. بعد از اینکه سفر برای ما شما باز کردید قسمت توضیحات بیشتر و خوبتر و مفیدتر را برای ما شما را میکنن که چند نقطهش میخوایم در قدم نخست برای شما عرض کنم قبل از اینکه وارد عمل شیم. خب دوستان، این روش به نام تو فاکتور اتنتیکیشن یاد میشود که روش مشابه به روش سکیوریتی یا امنیت تلگرام و واتساپ می باشد. خب چه مزایایی داره دوستان؟ یک، اگر در صورتی که شخص بخواهد حتی کوشش به دسترسی آیدی فیسبوک شما بکنه، با این روش شما میتونید از آن آگاهی دریافت بکنید و فیسبوک برای شما یک الرت یا هشدار میدهد. دو، با این روش فیسبوک مانند تلگرام و واتساپ بعد از اینکه شخص بخواهد داخل یوزر اکانت شما شود یا به آیدی شما لاگین بگیره، یک کد 6 رقمی برای شما ارسال میکنه. اگر در صورتی که شما او کد نداشته باشین به هیچ وجه شما به آیدی تان لاگین گرفتن نمیتوانید. 3، با این روش ما شما می توانیم که افراد اشخاصی که به آیدی فیسبوک ما لاگین میگیرن آیا اجازه میدهیم یا خیر، یعنی از پیش ما پرمیشن تقاضا میکنن که آیا ما شما به جانب مقابل میخوایم که اجازه بدهیم یا خیر. که این کار را ما شما به دو طریق انجام داده میتونیم: یک، با استفاده از شماره تلفن; دو، با استفاده از گوگل اکانت و یا هم سایر اپلیکیشن های جانبی. خب دوستان، در صورتی که بخوایم از این قسمت با شما استفاده بکنیم بک میکنیم دوستان، البته دوباره بک. خب این قسمت شما از قسمت مینوی اصلی ستنگ دریافت میکنین، بالاش کلیک میکنین. بعد از اینکه ستنگ ما شما دریافت کردیم دوستا، شما این قسمت سکیوریتی ان لاگین دریافت میکنین و کلیک میکنین. خب لحظه صبر میکنین تا اوپن شه. بعد از اینکه این قسمت برای ما شما اوپن شد دوستا این قسمت آپشنی به نام یوز تو فاکتور اتنتیکیشن شما دریافت میکنین و بالاش کلیک میکنین. بعد از اینکه دریافت کنین شما این قسمت خودتان مشاهده میکنین که دو روش به این منظور وجود داره که اتنتیکیشن اپ است که ما شما از گوگل و همچنان دو موبایل اپلیکیشن میتونید استفاده بکنیم و یکی هم تکست مسیج است یا اس ام اس است که ما شما یا شارت مسیج است که ما شما از این میتونید استفاده بکنیم. خب ما شما از مسیج استفاده میکنیم، بنان بالای یوز تکست مسیج یا اس ام اس کلیک میکنین و از این صبر میکنیم تا برای ما اوپن شه. بعد از این قسمت برای ما شما اوپن شد، شما باید شماره تلفنتان این قسمت وارد بکنین. در قدم خود شما باید کانتری کدتان انتخاب بکنین درست است که فعل حال از ما به شکل دفولت شناسی کرده و افغانستان انتخاب کرده که مثبت 93 به میره انتخاب میگین. بعد شما این قسمت شما کلیک میکنین و شماره البته تلفنتان انزرت میکنین. فرق نمیکنه که این شماره تلفن همون شماره باشه که شما فیسبوک آیدی تا همراهشان ایجاد کرده و یا کدام شماره دیگه باشه. خب من شماره اینجا وارد میکنم البته دوستا. خب دوستان، بعد از اینکه شماره رو وارد کردیم شما بالای قسمت بالای کانفرم کلیک میکنین و لحظه صبر میکنیم تا عمل ما اجرا شود. بعد از اینکه بالای کانفرم کلیک کردیم لحظه صبر میکنیم برای ما شما یک کد اتنتیکیشن میاد که شما باید این قسمت وارد بکنین. اینجا شما ملاحظه میفرمایید که کد برای ما شما آمد و اگر در صورتی که کد برای ما شما نمیاد این قسمت بالای ریسنت کد شما کلیک میکنین که فعل ها برای ما آمده و مشکل نداره. میخوایم همین کد ما شما این قسمت کانفرم بکنید درست دوستا. خب این قسمت کلیک میکنیم و این را باز میکنیم.
خب دوستان این قسمت کد ما رو شما مشاهده میکنین که 90 94 20 است. خب دوستان این ما شما این قسمت وارد میکنیم، درست است 90 94 20. بعد از اینکه ما شما تایپ کردین درست دوستان این قسمت بالای کانتینیو شما کلیک میکنین و لحظه صبر میکنیم تا صفحه بعدی برای ما شما اوپن شود. خب دوستان ما شما با تبر موفقیت آمیز توانستیم که تو فکتوری اتنتیکیشن آن یا روشن بسازیم. بعد شما بالای داون کلیک میکنین و این قسمت بالای یوز نمبر کلیک میکنین، یعنی میخوایم که ما شما از این شماره تلفن استفاده بکنیم یوز نمبر برشون. اگر در صورتی که فعلا نمیخواین استفاده بکنین نات ناو برش میگیم. خب ما شما هدف ماست که میخوایم استفاده کنیم یوز نمبر کلیک میکنیم. بعد شما پسوردی که ما شما فعلا آیدی فیسبوک ما میدوشه باشه او را به خاطر از اینکه فیسبوک متقن شده کمی یوزر اکانت یا آیدی فیسبوک از شما هست، باید این قسمت ما شما وارد بکنیم. خب دوستا بعد از اینکه ما شما پسورد ما را قسمت وارد کردیم بالای کانتینیو کلیک میکنیم. اما اگر در صورتی که ما شما پسورد ما را فراموش کرده باشیم از این قسمت شما میتونین فورگیت پسورد کلیک بکنین و مراحل به یادآوری پسوردتان هم تکمیل بسازین، بعدا وارد این مرحله شین. خب ما شما چون که پسورد ما را به یاد داشتیم این قسمت تایپ کنیم بالای کانتینیو کلیک میکنیم و بعدش همین قسمت ما شما دانستیم که همین شماره به شکل سکیوریتی انتخاب بکنیم و اپدیت بکنیم. دوباره بالای اوکی کلیک میکنین. خب دوستان ما شما اینجا دانستیم که این کار با موفقیت انجام بدیم و اگر در صورتی که بعضی اوقات میشه که ما شما بخوایم این آف بسازیم یا خاموش بسازیم از این قسمت شما آف هم کرده میدیم. اگر در صورتی بخوایم شمارهش تغییر بدیم از این قسمت ما شما میدن البته دوستان شماره را نیز تغییر بدیم. و یک اپی که نباید فراموش بکنیم داخل این که دوستان اگر در صورتی که بعضی اوقات میشه که مثلا ما شما شماره ما را متاسفانه یا بدبختانه بعضی اوقات میشه گم میکنیم. خب چطور میتونیم که از این کدایی که ما شما نیاز داشته باشیم ریکاوری داشته باشیم و یا اونا رو ما بکاپ داشته باشیم که در صورت نیاز بخوایم از اون استفاده کنیم. بالای ریکاوری کد از این قسمت شما کلیک میکنین و بعدش هم گیت کودز کلیک میکنین و این کدا را شما میتونین اسکرین شات بگیرین و یا یک یادداشت پیش خودتان داشته باشه. اگر در صورتی که ما شما شماره تلفن ما را گم میکنیم یا فراموش میکنیم یا تلفن ما گم میشه دزدی میشه با استفاده از این ریکاوری کدا ما شما میتونین دوباره به یوزر اکانت ما دسترسی داشته باشیم. خب دوستا این بود موضوع امروزی ما. روزمند هستم ان شاء الله مورد توجهتان قرار گرفته باشه. اگر در صورتی که میخواین از آخرین جزئیات و مواردی که در کانال یوتیوب برای شما آپلود میکنم آگاهی دریافت بکنین، از کانال خود را همین حالا سابسکرایب نمایین و لایک شیر ویدیو فراموشتان نشود. تا سلام دوباره، بدرود، وقت خوش.